از دیدنی روی چگل شما به محبت سر به آسمان رسیده، مخلصان جان و دل و دیده مزه کنید دیده و خندیده، مخلصان جان و دل و دیده مزه کنید دیده و خندیده. همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده، همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده. با شما تالا رجب دل را باز مهر شما در دل و هم دیده، با شما تالا رجب دل را باز مهر شما در دل و هم دیده. گه گه ما با شوخی غیبت کنیم، قرصک زنید شما نرنجیده، یک سو گذارید غمی روزگار خانه روید با طبیب بالیده. همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده، همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده. به وفا هست و وفادار هم است، باور کنید هر کی را سنجیده. گر تقا دارید ندارید غمی، هر کجا گردید نترسیده، گر تقا دارید ندارید غمی، هر کجا گردید نترسیده. همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده، همچون کبوتر زنیم بال و پر در صحنه هجوی پسندیده. السلام علیکم تماشابینانی که خودی حاضر در استودیوی تلویزیون سفینه حضور دارند، شما را خوش آمدیدتان میگویم. شما خوشبخت‌ترین آدم ها هستید، خوشبخت‌ترین نفرانی هستید که نخستین برنامه هجوی ما را تماشا دارید عزیزان. بارک الله. مقصد و مرام ما یک است، این هم باشد کمی باشد هم همین طبع نازکی شمایان عزیز خوش کردن است، البته با سخنهای بهترین، با سخنهای شوخترین. و من گفتنی هستم که میگویند که خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند. امروز البته ما همین تبابت کنی را شروع میکنیم. از این فرصت های قلعه استفاده برده به همه آن نفرانی که این ساعت ما را تماشا کردند گفتنی هستم اگر مبادا بین شما نفرانی باشند که صاحب استعداد خندانیدن داشته باشند، پس انا همین برنامه ما برای شما یک منبری بهترین خواهد گردید. عزیزان با ما در تماس شوید، به تلویزیون سفینه مراجعت کنید، ما استعداد شما را بهاگذاری میکنیم و البته ما امکانیت میدیم تا اینکه شما از صحنه بلندی تلویزیون سفینه مردم را خندانیده باشید. یک قرصک برای سازمان دهندگان برنامه امروزه.
مخلصان حج و خانه در اینجا حضور دارند. اگر خودتان دانید اگر من همین قرصک خودش بهترین چیزش برای مکافات برای ما صنعتکاران هم تو نمی ما باش ما معقول شود یک قرصک میزنید یک خنده میکنید همینش بس است. گل دخترکای یک واقعه عجیب یادم برسید نگفته نمیتونم من همین خیلی آدم ده بازار دوگانه یک دیگرشون که خندیده رفسودیان خنده که رفسودیان یک جوانی هست اونجا گذشته شده دختری نه سلام علیکم پگاه یک آفیسی من به مرحمت کنید گفتم اوه زنکا باز گفتم نه من دکتر استوماتولوگ گفتم عزیزا ما شوخی میکنیم یگان نفرتون به سخت نرسد عزیزان دلو دیدم و چون میبینم که اومد در برنامه ها در شبکه‌های اینترنتی هم گوییم در کجای نبینیم حوزه بسیار عنعنه به در آمده است یک آدمی کلان باید که پهلوش به یک آدمی میده که گرفته گردد ما هم از زمانه قفا نمیمونیم دوستان عزیز و ارجمند آدمی میده که برنامه ما قهرمان جان یاراف یک قرصک میزنیم مرحمت باش قهرمان جان شما رو خوش آمدید میگویم سلامت باشید اکا جان من بسیار من نگاه کرده حاضر هم تو استاده نگاه کرده روان گفته استادم که از کجا همین سر و لباس میخریدگی باشید تو یا میدوزونی من میدوزونم میدوزونی بهتر میشد عالمی کودکا به میرفتی چون گوه ارزان اونجا یک شما کاستومک میگرفتی اصلا اونجا فقط شما من مسخره کردی تو مسخره نه این همه تو قبول کن من کودکا رو برابر کساتی اون یه اندازه دادرم حاضر من اگر همین کاستوم مکشم تو به دهم ممکن است که تو سال همین زمستانی خنک قهرتونه پالتو کتی گذرانی فهمیدی تو قهرمان جان به هر حال من میخوام که یک گذشته نشینید شما رحمت تو میدونی قهرمان یک چیز به من قولده همین دوشنبه شنبه وقتی که من اولین بار بعد همین اتوبوس‌های نو اومدم همین نگاه میکنم که بعضی همین آدم‌ها همشون میدونن دستشون کتی این خیلی میکنن میرند منم از کجا دارم آخه منم رفتیم و دستم این خیلی کردم بعد اونجا گفتن که برادر قفا بروید سوار نشوید چی گفتم اونجا کارت بود است کارت شما وقت پلاستیک هم کارت اینه مبلغ شو میکند کو اتوبوس شما همونو گفتی دوامش بین دوامش چا کرد با دویده دوی ماشین اتوبوس برو اومدم من گفتم دوشنبه اولا تماشا میکنم گفتم نگاه کنم شفیور نیست زارم دارید فهمیدی نگاه کنم شفیور نیست این کجا میبرد گفتم من ثانی بعد از اونجا فرو اومدم دادرم فرو اومده چا کرد دوشنبه دیده نشناختم دبی تپا تیاری نگوید رسو دبی زیبایی تاجیکستان زیباییش ببینید دوشنبه یگان بار لیفت بنشستیم لیفت توش تیزیش بین همین توگمچه میجقی با بهترین اوینکی گوید اوینا با خودت تماشا کرد میبری تو جای تر کردی چرا خودت تماشا میکنی اوینا خوشای گلیشته تو کی خودت تماشا کردی اما همین سری تماشا کردم برادر جان یک بار دکتر رو مراجعت کن چقدر خودت به نمودیمی آخر همه لیفتی که زمانه به لیفت حاضره بینای بلند اوشانو با هم تو میتروید وای تازگیش ببینید وای خوشرویش ببینید همه خوشرویش افتات میبینید این خیلی وای چی لالا جمعی زفر برابری لوباف نسمی این خیلی گپونه بهترین میشود است کو مدنیت های اوکی قهرمان من یک چی گفتنی هستم همین سالی رفته استاده برای ما حج نگاران سالی پر از برار بود میدونی برای چی پربار بود چون که قهرمانی روایت ها افسانه ها خواجه نصرالدین افندی برای خطی نعمت های غیر مادی تشکیلات یونسکو نامنویس شد یک قرصه شما باشید ما حج نگارا قبط گوش گرفتیم زیرا ما نبیره های خواجه نصرالدین افندی دوره های یاشیشان به بالی خرشان بشتیان و دوستی نزدیکشان خر بوده و کسا نشسته رفته ایستاده بینن که اهم دیوار بالاش یک شاخی درخت همیخه کوچه به آویزان و سیبای بسیار بزیب بود است همین حرکتی آمدیان همین قد دستشان دراز کنن نمیرسد بالی خر به برامده یک شاخ قپیده یک تش میکنم گفت صاحب شما دستی این نگوید اینجا اسکته است تو سیب من دوزی سادی گفت حاضر جوابی خواجه بینید من سیب دوز نیم آخر افتیدم گفتیم خر رفته است نبینید خواجه نگاه کنم خر به چپه نشستگی کالی خر اون طرف انده خواجه تینجی میگن من بلاهای عقفا آمسادگیه پشت میکنم پیش آمسادگیشه کی پشت میکنه پیش میامدگی بلای خرم میفهمد گفتیان الا هیچگاه دستی عزیزم یگان نفر
پاچکش با خور نخلد. چی گفتی؟ راست گفتی. بازاری دوشنبه شب رفتگی تو؟ ها بهترین بازار. بهترینه یکی باز یک چیز دیگرش همین که من اینها مایاد دروغ گفتم من نمیمونن. من اینجا بسیاری برخی دانشجویی هستن. دوشنبه شهری سیاحا گوییم ما خیلی خطا نمیکنیم. ما حاضر همین خیلی نگاه میکنیم یک افریقایی یک تا انگلیسیانی نه یک تا انگلیسیانی بازار برفته است. بازاری همین وایبا دوشنبه با. What is فروشنده با؟ فروشنده سیبین سیبای فیض‌آباد. What 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم دار ویم سافدو شد گفت بور کر کلی سومکا давай سومکا گفتم من no هر یک دانش کاغذ پیچ ویم اكو این توریست این سیاح گفت هر یک دانش کاغذ پیچ کرد داده پولش گرفت سلامت باشید خوش آمدید گفتم what is that با همه خیلی گفته انار گفتم من 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم انار هم کردم سومکا پاکت کاغذ پیچ و سیاح با این طرف من یکره what is got این گیلاس فروخته نمیشد خلاص تشکر زیاد سلامت باشید با تماشابینان گرامی قدر یک بار دیگر یادداشت میکنیم که این نخستین برنامه هجوی تقدیم از تلویزیون سفینه عزیزان دل میگن که 7 بار چین کنی 1 بار بور همین خیلی می؟ حاضر تا تو 7 بار چین میکنی که یک کس بریده میبرود برای همین برای آنکه بریده نروند شما من 1 بار شناندم به همین شیشته نگیرید ده شما من به جواب دهید برای چی شما ریپیتیسی نوبتی به دیر آمدید همین شما بفهمانید نزدیش همین شاهدا بفهمانید که برای چی شما دیر آمدید همین سریع آخه اکو جان من همیشه عموما خوب کردگیم نه شما نپرسید و من نگویم اینا بهترش من میسرایم همراه گوش میکنیم برام مایلش می دولتچینم مایلش می در یک مکان زیبا خیمه زنم مایلش می این شبکه پوپاره گفته هم مایلش می این شبکه پوپاره گفته هم مایلش می شب تا روز در خیمه شد رنگی روز تمامه لشکری که حمله کرد از 4 طرف طلع کرد کیم چی شد و به ما خواست که از بالا پایان تاخت دسته بردم و پشتم یک که مست کشتم انا میخوام پوکار احتیاط کنید که یگان کی کلانتر گرفته نرود شما دادارم نه آخه شما یک چیز میپرسم حضور بدید اینجی یک تا سوال عجایب خوب همین گوید همین خورپشتک خوب در کفایش چند تا خور دارد این همون خورپشتکی یاژیک میاخی چند تا خور دارد در پشتک اكو احمق شدید تازه چی بگوه چی با هوای هم اكو چیزی که ما شمردنمو در کار می دانستنمو در کار می آخه این من به شب قوارده یک فهمم که چقدر خور است همون خورپشتکه همین من چی گم بچه‌ها همین من چی گم خیلی قاب شمور یک تا همین قاب دستت به 1 2 شمور ای دانا این گفتی شما یا منم میدونم وای من وقتی که خورپشتک میکپم کو هم تو وای خوراشو شمرم میگویم وای منم تو کرده میجوم خب سونی شمارش گم میکنم این طور باشد قهرمان جان خورپشتک گیر نزدیک کرسی برو کرسی به خورپشتک گذار بالاش بشین چی با خانت برفته میه شموری دستانی یه مانده
اینک دوستان عزیز و ارجمند واقعی نوبتی رو تماشا میکنیم. اینک لوی دریاچه دوشنبینکه گوییم. یک مرد تقریبا 55 ساله ماهیگیری دارد. من سلام علیکم برادر. وعلیکم. شما درست می ناس هستید می؟ رحمت شما نازمی. و این زرکو امروز ماهیداری کو کارا؟ آها. گوش کنید برادر. لبای. من نفهمیدم شما یا. چیا؟ مادامی که ماهی داشته باشید چرا یک تا شست پیش بیو یک تا شست در کفاتون؟ فهمیدم میخواهید می؟ البته این چیه؟ این عجایبات این کنی فهمانیت زور کنی. پولش دیهت پولشه؟ پولکی می یالی با. آها. معلش من اینو گیریدو یک خوش رو کار فهمانیتی منم از شما یاد گیرم ماهی داری. اوکا جان شیرین نگاه کنید. من یک تا شست دریا با میپرتم. یک تا شست خشکی با. میدونید برای چی؟ الان بی دریانگیش هست کو عموما ماهی قپیدگیش نیم. الان قفانگیش باشد. الله کن سیام اخماق ما به 50 سومان دوساز. قهرمان جان. انا اکنون حاضر من بسیار میخواستم که یک نفر از بچه ها دعوت کنیم. چی گفتید؟ کاری ناز میشه. بهتری میشه بعد. یک نفر شیرپلنگ کی باشد وای؟ مرحمت بیایید. یک قرصک میزنیم برای دوستی عزیزی ما. سلام علیکم. نامتان چی؟ یوسف. شما عاشق می؟ شدگی پشیمان شدگی. پشیمانی سود ندارد. دادم گوش کنید. از این خیلی میکنیم. شما یگان بار دختر به گپ پرتافتگی میکنید؟ ها؟ من دختر، شما بچه رفتید. دختری نه. حالا اسم خانه برامدگیم نه. یک بار ایستادم من خانه منده. از مویهام خیمی کرده، دستام آلگبرا، روحام فیزیک کرده. بعد میبرم من. ما چه با کوچکی وقتی گاو زدیم توبه. نه. سلام علیکم. و علیکم. شما هم در اینجا اتوبوس رو انتظارید؟ همینجا ایستگاه گفتگی همینجا به اتوبوس میاد گفتگی ده. شما چی؟ منم هم خیل. دختری نغز شما نامتون چی؟ نامی کی؟ نام شما. برای چی؟ پرسیدم هم خیل. شما چی؟ پاسپورت استال می؟ راستی رنگ شما خوش رو ندیدم. نام شما چی؟ نام من کفتربک. کفتربک. بینید نامی بهترین. بله. کفتربک. خب. خوراخوری گم نزنید من با. دیگر چه یکان جو من. مثلا با یکان جا به تماشا می رفتیم. کجا؟ با باغ استقلال. مایلش؟ یا با باغ حیوانات. با باغ حیوانات؟ یک آدم از لوی دریا رفتم ماهی گرفته است. یک ماهی تیلاگی فرم است. رنگ افسانه برین. همین خیمه بردارد که ماهی گپ بدر آمده است. دادرم من گشته باز آب بپرتایید خواهشتون اجرا میکنم. این بچه هم 3 تا گفت نه باید پیش 3 تا بود حاضر 1 تا شده گرفته است. این بچه هم گفت که من میخوام که کارم همه وقت آمد کند. همین ماهی سر میتید نگاه میکند که پس سنگ بعد دو جامدان پول. پول گرفته است 1 تاش یورو 1 تاش دلار گرفته آمده کارخانه‌اش به خانه‌اش به منوس کارخانه‌اش بیاد که وای راحت رئیس مرحمت راحت شما با هندوستان با بچه حیران کارو آمده شبین هندوستان برفته از همین سمالیات فرود دخترکای هندو آمده گردنش به این خیلی بها میپرتن که گردن گل کتی ساختگی وای با چقدر تحفه ها مهمان خانه های بسیار بزیب این بچه حیران نخواد که کارم همه وقت آمد کند یک دختری بزیب ترین هندوستان آمدگی اوه وای دختری دست اوه میره ژاپنی انگلیسی خلاصی گپ این کاری این بچه بین همین من اخوردی کینا تماشا کردم میبینم بین همین ابروانتون به یک نقطه سرخ است هوای چی باشد گفته تنگه گرفته تازه کند گاز 24 بریده است کارا آمده شبین زور کرد است که همونجا گاز 24 بریده است اینک قهرمان جان جوانی عاشق من دختر ایستگاه با دختر چه گپ توی سلام علیکم دخترک خسرو شما رئیس محله می یا من جوانی عاشق این خیلی نمی بیاد دوای خیلی باید چه بیارم دیگه خیلی بیارم سرود خانم شیفی روی شما
Sabze canım sebze, boği kalanım sebze. Salam aleyküm. شما عاشق دی از سبزه خونده ها Akı oşuk. Oşuk. دختر شب Doktor şaba? سلام علیکم Ve aleyküm assalam. ممکن شنو شدن Maylaş. چی به مایلش چی به مایلش او مان و بچه عذاب کشته اول گپ زد تو Oh, yaganta şinas نداشتم ولی. در رو بکک مایلش گوی چی میشه ده Ha چی گویم بویا؟ من از من دخترای تو میگفتگی نیه گوی Ha. فهمیدم. رفتیم دختر بسیار بزیبک نازکک سمکه چشای دستش به انا سلام علیکم و علیکم السلام. ممکن قطعا شناس شویم من باید دخترای شما میگفتی که نی. بارک الله نام من موحیدین نام شما مدینه بانو. چی بگفتی نامتا چی بگفتی نامتا پرسیده دختر. کفته یاف گوی من عذاب کشم کفته یاف میگم. مایلش. نام من موحیدین نام شما کفته یاف. اوه دختری ناز میبخشید اگر ممکن باشد یک تبریکی و دو گفتند عاشقای شهر دوشنبه باغ استقلال میرفتین شما برام کشکی. امر کاشکی خیل کاشکی من حالی وای باقی استقلال اکون نرفت. تو من یکم بار دیدی چخل تو کاشکی میگی نه گفتنم در کار می. نیه هم نگوی هایم دخترها با همی خیل ندانم کلمه زور ندانم. ندانم او دختره کس کو وای چونیکتون چوی تارت میگی همی خیل گازن ندانم میگم. رفتیم باغ استقلال گفتم اگر راضی باشید ندانم. نه ندانم ندانم. میبخشید نامتان چی گفتید مدینه. نگوه گفتم نگوه او چی گفتید؟ گفته پرسیدید اوخی. نگو گفته بوم نگو میگی. گوش کن بچه شو بچه شما؟ جوان کنی قفاتر را اون طرفتر را درونی خانم من نیست نه دیدم رفتیم پیاده نبیاد دیلم بزد موشیقتی میرم. چقدر ماشین کدیم موشینی وای اوپلی نپانا. هم با اینم آپل ده همین آپل نظری من مادرش آخ کرده سنی تاجیکستان هم دیگه نمیدونم خب بیا سلام علیکم دکتر خسرو. سلام علیکم دکتر خسرو. تو بی وقت اینترنت بازی بس کردم در کار گوشم به هر چی درام سوز دکتر خسرو السلام علیکم. نفهمیدم. من کودکچه نه. من جوانی عاشق. جوانی عاشق هماشی میفراد تیز چیز. داره کشا در کشان. من در کشان. و داری جوان نه داری ماشین کشا چکی. پیشی ماشین کتی بیا بولی ماتور کی گذاشت بولی ماتور کی گذاشتی سلام علیکم. چند بار سلام میتی یه روز با دکتر خسرو لبای ممکن یک شما کتی. گفته شدی من تیار همین عاشق یک سیرگشت کرده می اومدیم. مایلش این مرحمت. درت کار نمیکنه تو وای در بردن ادکو کنی مرحمت جانم. گذارید. این درتون چی وای افسوس کار نمیکند وای. خودم با این وایران گو خودم باره ویران. نگوی خیر مرحمت. کنی مرحمت گذارید. اینجا مشخانه با این مدرسه منم در اون داشتم. سکارس بدست اینجا سکارس بدست چکی. تسمه های بی خطری هم میگذارونیم. تسمه های تسمه های بی خطری. وای طرف. اسکوچ تو میگیره رد چرگان. ای وای این رولتون دستم مانده
میبخشید اکا انا چراغچویی که پیش به بازی کرد چی وای ام در گفت مرساد می ها وای مگنیتوفون عزیزم یکان سرود گوش کنیم اگر وای مگنیتوفون کار میکرد و جانم بود افسوس کار نمیکند نه اگر شما خواهید من خودم برای شما زنده خوانده میتونم زنده مایلاش آروم آروم تو گوشم بگو کی میمونی هر شب هر روز هر لحظه به یادم میمونی ذره ذره از عشق تو مدارم میمیرد من تی فکرم چی جوری دستاتو بگیرم حالا دستات تو دستات نگاه هم تو نگاه این چی حسه چی حاله چرا مرو هوا حالا دستات تو دستات نگاه هم تو نگاه این چی حسه چی حاله چرا مرو هوا همین الهام خودش چی باشد قهرمان به فکری تو و فکر من الهام این یک چی گم بچه که اقشناقی بالا نه وای کن شما نامی بچه گفته نه دو من الهام گفتم الهام آمد. مرغی الهام میگم اكو یک و یک چی گو یک علاوه بی دلش میگم می یک علاوه بی دل؟ یک اون تو چی علاوه میشه دل، آه. علاوه دلش یک پیدا میشه خود از خود از آن تو الهامت کی به میاد از آن تو همه الهامم همون وقتی میبیاد که همین معاشم سری وقت گیرم ها یعنی که کیسم پول باشد ها پول بیاد الهام میاد آه نگوید جا کنید یک روز خانه پول بیاد الهام علی ولی غنی همه میاد گوش کنید پول گفتیم و ها یک روز خانه یک واقعی عجایب روی داد کنی فهمیم این زنم یک روز تو زن داری می خیلی مردک زن دارد داخل ها شاور نمیکند تو طوری اخی یک روز زنم اکر بیا یعنی که زن داشته باشی خوشتامن هم داری خوشتامن دارم اما پوچو قاین همش هست سونی خلاص خلاص چی یه سوال تو با گپتا گم نکن فقط ها نزدی داروخانه که گذشتگی میتی یگان بار گذشتگی همونجا به ات مار پیچیده خلاق میسد امبلم هست ها همون چیه میفهمند خیلی همون وای چی باشد همون رمز همون داروخانه بود که همون داروی زهرش که داروی ها تیار میشد کو نه خوشتامن چای خورسوس زر شما کنایم همین گپا گفتگی هم فکر نه ما ینگت میدونی چی خیل از تو درباره ینگت گپ زدید شما خانتون به چی خیل گفتم مثلا من مثلا گیریم در این ماشین خودم یکشام فرومده سوار میشد میدونی اوی میدون خودتون گفته استادید برای چی برای که شما میترسید در رب آمده خودتان در میکشید و گپ ترسنده نه ماشین نو اینو سخت میپشد داره خلاص گپ کو سونی یک روز زنک جای کارم رفته است خب هم تو درات که در اتاق کاری شادگی بوده است سونی من به میدانی چی گفت مردک جان من همین روز یک کاری خطا کردم من بخشید همین روز کارخانتون رفتم هم تو بینم اتاق کارتون درش کشادگی بوده هم تو بینم اگر کاستومتون علاوه کرسی مشتگیتون ماندگی بوده هم تو کیسهتون کفتم بینم که $700 پول بوده هم با $200 گرفتم و ماندگیش نگرفته رفته خرید کردم از بازار هم با جنگ نمیکنید میگفتم من همیشه گفت سونی من فعلم اومد گفتم اوی چوبه همونه گرفتم و گرفتی آخه همشه گیری میموری میگفتم چوبه داداش گفتم من از وای اتاق کاری کایها برفتگی بودم از وای وظیفه ابا خیلی شد کارا من گفتم کسی کاستوم همین پول گم شد بزنی تو گیتی گیر قهرمان جان ربای من شما دادارم ماشینی تیکو برین دیسادیم ماشین تیکو باشم چیکار نکرده از جای بنزینا قیمت شده که آب میرختم و از سحر تا بگاه های میکرم این اسکیه باز می یکان تو شما هم پرتوید من منم قرآنم شما کنی مخیمه کن لبای من شمایت
توبی فوتبالی بر این دیسادیم تو بی فوتبالی باشم چیکار میکنید؟ همین نزدی پاچکم مونده الان دروازه با خوبم گل میزدم تو بیار معاشت کم کنیم میاد شما من نخود آدم سروری کارخانه‌ش همیشه گفت تو بگیرم شما من تیکا گفتی ما خیلی تو مایده هاکی بازی بکو اصلا کلام یکم سرت تو مشروط که بسادگی میدارم سادگی نه، ده من یکم انا دیدیم آخی ما میزنیم خوشبختو ما همین میداریم دنگ میزنیم همین زنی تو خوشبخت نیست همین خیر شما آدمی مایده ما گوش کن من حیات با آدمی مایده شوی نغز می کلام شوی آدمی مایده دلش کلام نه آدمی مایده شوی نغز می کلام شوی شما من با گاب زنید فایده تون کجا بکنید من با گاب زنید کنی فایده ما همه جوابه کنی؟ من آواز گفتی خودتا من مشکوک به درام اگر سرتون نمیزنید سرم این نمیزنم. یک اگر یگان جو کیناخانه بیدگه دیتسکی بلیت میگیرید شما اینجا دو انا پول نقلیاتم نیمگی میتیم نیمگی چونکی خودتون نیمگی و یا نیمگی همین حقا کجا همه جا نیمگی همه جا نیمگی یک قند شما سزن بوسید نمیدارید مردک زن و بچه‌هاش خونه مادرش رفته بوده شب خودش خواب تخر شد است از طرف مردک سال اكون من با این کلان جوسه بودسو دلش دلی تو بایم بود است مایده بود است می ترسیده است هم تو گذاشتن تو کنه نگاه کند که تلویزیون باش دیان قولینوی گرفته دیان هم تو نگاه کنه از قفای همون دوستو هم گرفته همش خانه برام دیان اینم قفای همه ها رفته است کوچه با برام دیان اینم کوچه با برام است چور کوچه با برام دیان اینم چور کوچه با و ها وای طرف گذاشتن اینم قفای زده های ها گفت من کجا با کوچه سادی تو گفت است نگاه کن ایلو خانی یگان نفر با دوز نداره چی گفتی قهرمان ما حاضر گپ زدیم یگان بار اتوبوس با تو بی پول شتگی بی پول چیکار کن راهگیرا دادگی نه اینا میگن که خرگوش روزش به زایت میگن این کار کردی نه که چه کردی نه نه تا خرگوش اتوبوس به همیشه سوار شده است اكو تفتیش میبرد کوی بلیت چیپتاتون میبرد خرگوش دوید اومده پیش خرستاغا من اگوشم قاپیدا آینی اتوبوس بیرون برآورده است همین اومده پیشتون که گذشته برافت گشته میمونید فتاس خیرس به فرقش چی خیرس آدمی کلام اگوشش قاپیدا آینه برآورده است بلیت شما گفت خیرس من مرامت بلیت من مرامت دستتون اون چیزی فتاس وای این پرستاس آخرس دستتون چی گفت هیچی مانا مایده حق چی خیل میشد اصلا اگر کینه فیلمای هندی دوست می‌داریم اینقدرم نه دوست نمی‌داریم وای زنها دوست می‌داریم زنهای حاضر بودن کینه فیلمای ترکیه دوست می‌داریم وای کاری زنها ترکی و هندی و تو کدام فیلمای ناز می‌بینی کدام فیلمای جان کلود وان دام کجا دیدم جان کلود وان دام جنگو تماشا میکنی تو قانزن قهرمان اون من اصلا گفتنی هستم که برای چی من پرسیست شدم یه روز کینه تئاتر برفتم من همین خیلی نشستیم آشنا قضیه رفیقا که رفتگی پیش به یک تا آدمی کالی شده است سرش کال موش نیستن خوشبخت آدم ده خوشبخت و آشنام گفت که همین اگر کالش به یک تا زنی 50 سو میتیم حالا من که خیلی پول کمتر بود می رفتم یک تا فرورم و آدم همتون نگاه که قهرمان جان درست میتو گفتم نماز قهرمان جام دست می نه گوش کن تو من گفتم که من قهرمان نه میبخشید خطا کردید میبخشید گفتم 50 عین گرفتم این اكو آرام نمیشد ده من تو 100 میتیم یه بار دیگه زم میگوید 100 با دل کشان گوید آخه پول یا حاضر گفتم یک بار دیگه میزنم هی ترس که زنم بابام تینجم چیگاب گفت قهرمان تو میگفتم من 100 بار گفتم من قهرمان نی گفتو از این قطار برونده هو پیشیشت من صدا اینجا استیکا کیسم با گرفتم کو کار کردید نه 150 سومون نه همین خیلی استم و آرام نمیشد رفته همون قطار پیشنگی زده بیا 500 سومون گفت انا 500 به دل کشان شد آخه پیش بر رفته همین کلاش به زنم همین خیلی گشت که قهرمان تو اینجا نمی من توی قفام ده گفته یک تا آدم دقت کردم گفتم 500 گرفتم این که خیلی کاره فهمو اصلا گیریم اگر قهرمان جان ما امروز در این برنامه بعضن لطیفه کردیم بعضن درباره ژانرهای حجو و خنده گپ زدیم نفرانی هستند که بی آواز اینا نامش ژانری پانتومیم میگوید اگر همین ژانر بام استوکار باشن ما اونها رو نیز دعوت میکنیم عموما همه ژانرهای
ҳаҷви асли тоҷика мо даъват кардани ҳастем. Касоне ки хоҳиши ба студияи Сафина ба ин барномаи мо омаданӣ бошанд, марҳамат ба телевизиони Сафина муроҷиат кунед. Мо шуморо ҳатман даъват мекунем. чӣ тавре ки ман дар оғоз гуфтам, ин лоиҳа лоиҳаи бузург аст ва боварии комил дорам ки азизони дилу дида чанд лаҳзае ки бо ҳамроҳии мо будед, албатта ин лаҳзаҳо лаҳзаҳои хотирмони ҳаёти шумоёни азиз мегардад. Хуб, қаҳрамонҷон, ҳар як кор оғоз дорад, боз анҷом дорад. албатта барномаи нахустини мо инҷо расид ба фарҷоми худ ва албатта ман гумон мекунам ки дар охири барнома барои ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо карданд, тамошобин буданд, мухлиси ҳаҷву ханда ҳастанд ва он нафароне ки тамошо накарданд, ҳамагонро гуфтанӣ ҳастем ки ин барномаи навини ҳаҷвӣ тақдим аз телевизиони Сафина барои хотири хуш гардондани таби нозуки ҳар як нафар аст. доимо лабонатон пур аз ханда бошад. خنده 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 دعاگویتان بنده عزیزانم بخنده تا که نگردید گنده خنده 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 دعاگویتان بنده عزیزانم بخنده تا که نگردید گنده تالار پر از مخلصان همیشه شاد و خندان تالار پر از مخلصان همیشه شاد و خندان قرصک زنید به مایان از تحت دیل شمایان قرصک زنید به مایان از تحت دیل شمایان خنده 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 دعاگویتان بنده عزیزانم بخنده تا که نگردید